بینندگان گرامی، این زمان با یکی از فوتبالبازی موفق کشور نوریدین давронов صحبت داریم. سلام نوریدین، چخیلی که ما اطلاع داریم شما با دسته بورنئوی اندونزیا که شامل لیگ اولی این کشور است شرطنامه همکاری با امضا رسانیدید. درباره این قرارداد کمی روشنی میانداختید؟ از همین دسته بورنئو جزیره کلیمانتان شهری ساماریندا پیشنهاد شد و ما این پیشنهاد رو قبول کردیم و شرطنامه رو امضا موندیم. دیروز شرطنامه خود رو با دسته بورنئو تا ینوار سال 2022 دوام دادیم و روزهای نزدیک به دوشنبه برمیگردم. اگر مخفی نباشد ارزش قرارداد چی قدر مبلغ رو در بر میگیرد؟ این سوال است که همه مخلصان میخواهند جوابش را دانند. 2021 مخفیه. 800,000 دلار زیاد. فرقیت فوتبال اندونزیا از تاجیکستان در چیست با عقیده شما؟ حرکت چمپیونات تنها در مالیه مبلغ. چخیل گویم همه تیم ها پرقوت هستند و مخلصان زیاد دارند و از همین سبب بسیار آدمان تماشا میکنند. بسیار آدمان کسلی فوتبال هستند. بازی می شود که 72,000 60,000 حتی 80,000 آدم با بازی‌های درونی چمپیونات اندونزیا تماشابین می‌دارند تا 80,000 آدم. چند بازی اخیر می‌بینیم که شما با منتخب کشور دعوت نمی‌شوید. سبب این رو در چی می‌بینید؟ نمیدونم. باور کنید نمیدونم. این سوال رو ممکن با عثمان توشر دادن در کار است، ولی عثمان توشر هر گاه که درباره من فتولا سیاوش و دیگر بازیگران سوال می‌دهیم از سوال‌ها می‌گریزد و نمیدونم برای چی. روی راست گفته می‌شود که این بازیگران با سیستم من توری نمیگیرن. فکر میکنم که اگر این مربی در سطح وظیفه باشد فکر میکنم چون این بازیگرا با مانند من سیاوش فتولوی و دیگر بازیگرای لایق‌مند جمهوری تاجیکستان دعوت نمی‌شود. نقشه شما در آینده چگونه است؟ نقشه چی دارم با دسته بورنئو سالی می اومد چخیل گویم چمپیونات نو رو در صاحب جایهای معین شویم. پرزیدنت دسته میخواهد مربی نوی دسته که از ارژانتین است میخواهد جای نمایان رو اشغال کند و من همچون عسکری وطن همچون وطن دوست در خدمت وطن هستم و آن حالتی که من با وطن در خود شدم میتوانند مرا خیرات کنند. تشکر زیاد نوریدین. سپاس برای یک صحبت صمیمی. بینندگان گرامی یادآور میشیم که نوریدین давронов با ما در تماس بودند.